با علاقه و افتخار فراوون میخوام دعوت بکنم از یکی از آدم‌هایی که در این دسته‌بندی که گفتم بسیار بسیار مهم و با اهمیته. آماده این؟ بله. محکم آماده این؟ بله. پس دعوت میکنم از جناب آقای دکتر علی اصغر شیردوست. خسرو کند شیرین بود. خواهش میکنم شما بفرمایید. خواهش میکنم اصلا مال شماست اینجا. ما مهمانیم. بفرمایید. مخلصیم. خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون. خیلی خوشحالم شما رو از این فاصله اینقدر نزدیک میبینم. اینه که ما افتخاری داریم که با آقای دکتر همشهری هستیم. شما هم همینطور؟ شما هم همینطور آقا؟ شما هم همینطور آقا. اصلا کی تبریزی نیست اینجا؟ اونا که تبریزی نیستن دست بلند کنن که اصلا وجود نداره. نه دیگه دست بالا نکنن. خیلی زیبا هستین و با لبخند خیلی شما جزو کسانی هستین که خیلی زیباتر میشید. لطف داریم. واقعا عرض میکنم. آقای دکتر در طول سالیانی که در پست مدیریتی بودین اصلا چرا پذیرفتین که اینقدر کارهای اجرایی و اینقدر مدیریتی بکنین؟ مگه سخت نیست این کارا؟ ببینید ما یه نسلی هستیم که هم پای این انقلاب رشد کردیم. وقتی انقلاب شد من 16 سالم بود و در اوج انرژی و علاقمندی هیچ به این فکر نمی کردیم که فردا کجا خواهیم بود، چه مسئولیتی باید داشته باشیم، با چه هدفی باید پیش بریم. یه روز گفتن که بیا برو جهاد سازندگی، رفتیم جهاد سازندگی. یه روز گفتن بیا برو در رادیو تلویزیون، رفتیم رادیو تلویزیون. یه روز گفتن برو تهران، اومد شدیم از شهر زادگاهمون اومدیم تهران. یه روز گفتن در داخل کار هست، یه روز گفتن در خارج کار هست. یعنی واقعا هیچ وقت ما با برنامه از سالها قبل تصمیم گیری برای آینده نکردیم. حتی برای درس خوندنمون، برای رشته تحصیلیمون، برای زندگیمون، برای ازدواجمون، برای فرزنددار شدنمون. من هیچ یادم نمیره. من پسرام شاید 2-3 ساله بودن، یکی پرسید بچه‌ها تا چه اندازه‌ای هستن؟ گفتم یکیش اینقدر یکیش اینقدر. گفت آخه بچه رو که اینجوری میگن. گفتم والا من هر وقت اینا رو دیدم خواب بودن، اینجوری میگن. خب هیچ دست خودمون نبود، ولی خب خدا رو هم شاکریم. ما بالاخره در مسئولیت‌هایی که به ما محول شده و انجام دادیم عموما رضایت داشتند مسئولینی که کاری به ما محول کردند. رضایت پروردگار هم که رضایت اصلی است انشالله حاصل شده. انشالله. 2 برادریم و 3 خواهر. ایشون بچه اول. بزرگ خاندان. تو اسم برعکسید. شما علی اکبرین، ایشون علی اصغر. بله، چون منتظر ما نبودن. ما شعردوست هستیم و امیر شعردوستی. امیر هم هست اول فامیلی ما. سوای سنشون اون شیخوخیت رو دارند و همه چه بزرگترها و چه کوچیکترها حرف ایشون رو خیلی خوب قبول میکنن. داداش خوشمشرب هست و معمولا تو هر جمعی باشه کاریزمایی تو شخصیتشون هست که میتونن جمع و به دست بگیرن. کودکیتون بگین شیطنت میکردین؟ بله خب کودکی شیطنت توش هست. چیکار میکردین؟ من چون خیلی با کتاب و اینها مانوس بودم، معمولا مثلا از وقتی که مدرسه میرفتم یه چیزایی برای معلمان می نوشتم، بعد اسم یکی دیگر رو زیرش می نوشتم. بعد یکی از بچه های کلاس رو؟ یکی از بچه های کلاس، یکی از یه آدم مجهول رو می نوشتم، یه طنزی برای معلم. از جمله
ما تو خونهمون مثلا این کراوات که قبل از انقلاب معلمی میزدن، این رو پدر من به ترکی یه واژه‌ای به کار میبرد، بهش میگفت نقطه. نقطه یعنی افسار. بعد ما یکی از معلمین یه روز اومده بود، این نوک کراواتش زیر پیرنش گیر کرده بود. ما برداشتیم نوشتیم این افسارتون زیر پیراهن گیر کرده. من هیچ قصد شیطنتم در این مورد خاص نداشتم، ولی اسم خودمو زیرش ننوشتم، اسم اقل دستیمو نوشتم. بعد این خدا بیامرز آقای رحیمی نامی بود، اومد یه سیلی زد در گوش این همکلاسی ما، این از کلاس انداخت بیرون. دیگه ما همیشه شرمنده اون همکلاسیمون میشیم، بعدها هم با هم ارتباط داشتیم. از این نوع شیطنت ها همچین کم هم نبوده قربونتون. یعنی با نوشته و اینا سر و کار داشت بیشتر. 5 ثانیه لبخند به تماشاچی در منزل لطفاً هدیه بدن. تماشاچی در منزل هم توسط تلفن‌های همراهشون به شماره پیامکی که زیر ثبت شه از عدد 1 تا عدد 10 امتیاز میدن. پایان هفته ما این امتیازها رو جمع میزنیم و میفهمیم که بیشترین امتیاز لبخند هفته متعلق به کیه و یه تندیس لبخند بهشون میدیم. قشنگه نه؟ خیلی زیباست. خیلی زیباست. خودم خیلی دوست دارم. دوست دارین که بیشتر امتیاز رو داشته باشی؟ نه از این فکر خیلی خوشم میاد. فکرش زیباست. خیلی انصافا خوب. فکرش زیباست. در خدمتتونیم 5 ثانیه رو بفرمایید. حرف بزنم؟ نه فقط لبخند. خیلی متشکرم. یه بار دیگه من رو توضیح بدم. شما محبت میکنید به لبخند آقای دکتر شیردوست از عدد 1 تا عدد 10 هر جور که دلتون خواست و هر چقدر که این لبخند به دلتون نشست امتیاز بدید. پایان هفته این امتیازها جمع میشه و اعلام میشه. شما راجع به کتابی که الان من این آوردم به شما تقدیم کنم. راست میگین؟ بله، این یک کتابی است که درباره شعر معاصر ایران هست، با هدف مخاطبان تاجیک نوشته شده، ولی خب در ایران هم میتونه به کار بیاد و تقدیم میکنم به حضور شما. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. خیلی دستتون درد نکنه. شعر معاصر ایران اجازه بدید من به این شکل بیام تا دیده بشه. الان در کتاب فروشی‌ها میتونن تهیه بکنن؟ بله. پس لطفاً تهیه بکنید و لذت ببرید.